سلام، شما خوبی؟ شاهین ملقب به اختص ملخ پس چون از برس پختن فقط توف زدن به بغل گابل مرو بلده میخواد سیبس پشه تو عبشه درست کنه. ابتدای گونی پیاز توی یه لجن آبتوف گراز ملخ ببخ میافسکوزه. خوش به حال اون سمتا که فرار کردن. تا قالب یخ ریخت و ملخ با چای صاف کن آدم بزرگا شاهین و مهین لعنت الله علیهم اجمعین به جای سبزی ملخ پاش میکنن و غیبت میکنن. پاک شده ها میرن تو سبد حشرات بد و ماست بز اسهالو که همزن کرد به جای آبدو خیار گاودو قدرار خاش میسره. ملخا رو ماستی میکنه واسه فرار آسی میکنه توی لجن آستین میکنه بعد لب گاز میگیره و با دندون گرسه یه حلب 5 کیلویی روغن تمیز و با پشه ملخی کثیف میکنه و بعد از ریختن برگ درخت چنار خودش هم میره چنار هم میزنه. اقدس از کلاغ کوچولویای سخاری با ویتامین ت دسته‌دارش برای قبر کس و کارش خیرات میکنه. قهرمان مسابقه شتر مرغ سواری با دمپای زنونه یه چیزی پخیده که با پاشش پودر تیزبر زهرمار پیشش چای نباته. یه چیزی میشم آویزش گوزت کن اختص ملخ پس دیگه باید بندازیم تو قفس. نگاه لچه ننگو. مرسی ای